مردی حقیقی مردی بسیار انا فروتنن و خیلی خرسند هستم چنین دوست دارم چنین رفیقی صمیمی خاکسار دارم. نه تنها هنرمند والا مقام صحنه تاجیک است، انسانی هست که با این کس گفت روسا که بر ازوید رفتن ممکن. در هنر تاجیک جای خود را دارد، سینمای خود را دارد. خوش به حال اون تئاتری که همین گونه یک هنرمند و همین گونه یک هنرمند بسیار خداداد و سالار و عظیم جثه را دارد. این خودم این تقدیر بینه، نمی تقدیر هست، نصیب هست، بوده است. من از کجا میدونستم اکتورش کی است، این چی است؟ بعد صنف 7 ختم کردیم، سال 58 بود. بعد مکتب 10 ساله نبود، در درواز مکتب 10 ساله یک یگانه بود در مرکز رایون که قشلاق ما 15 کیلومتر یا 18 کیلومتر دور بود. آخر رفتن آدم آمده نمیشد. بعد اون وقت ماشین نبود، کم بود و من نبود آخری چی. همه نقلیات می خر بود، نقلیات می پیش همه خیلی بی بنزین بود، بی بنزین میگن. ختم کردیم، بعد گفتن که خواندن رفتن در کار. خلاصی گفت که بعد پدر اجازه دادن، دعا دادن، بعد آمدیم. نمیدونستیم کجا میبینیم. من یک رفیقم بود، همسنفم بود، روزی گدایف. بعد آمدیم، یک معلممان سید عطار که ما را درس گفته بود، شاعر بود، جوشان جنت باشه، پیش شعرهای خوب می نویسن. همراه همون کس آمدیم، 3 روز آمدیم در بالای ماشین. نمیدونیم دوشنبه شن همین بار اول کودک صنف 7 تمام کردیم. اکنون تماما آمدیم، همین در خاطر من از بفکرم نزد همین تئاتر اپرا و بالت بود، نه همین چراغکا پیدا شده بود، سویتافور. یک سوتکه هر بگه می آمدیم همراه سید عطار، همین چراغا که تماشا می‌کردیم، سرخ میشد، سبز می، ای بینی انا بوی خیلی شد. همین در نظر ما بعد زیق میشدیم، همین چنارو را آغوش میکردیم، گریه میکردیم که همین چنارای درواز زماننده. بعد از نزد همین موزیکر این علاقه همه مکتب ها داخل شدن، امتحان سپاردن. ما نزد همین کوچه اینه با گذاشتیم با فکرم که ای گفت مکتبتون یافتم، من این مکتب شما سید عطار. بعد ما را نزد همین معلم در آوردن با فکرم همین شرافالدین سیفالدینی بودن یا پولاتو بودن دیرکتر. در آوردن. شما حتی تصور نمی‌کردید که کدام مکتب است؟ نه هیچی از کجا صنف 7 از کجا میدونیم. بعد گفت که این چه مکتب است؟ گفت که این مکتب موسیقی. گفت اینجا با غیجک، دویره، نای، رباب همینا می آموزن. گفت مکتبی انا همین 2 کسای ما کم کم سرود میخواندیم. بعد گفت کنی خوانند، ما بچه کم تراس ایستادیم خواندیم. سرود گفت که میشوند. بعد بالای تق کرد، ما چخیلی که اون کس تق میکردن، ما هم تق ضربه رو میزدن، ما هم امتحان کرد از ما. هر دو ما قبول کردن در اسکریپکا. تمام موندیم. بعد اینترنت با مکتب 15 بخوندیم، اینترنت بود گویا همونجا. خلاصی گفت که من در چنگ خواندم، تمام کردم، ختم کردم، روزی رحمتی در رباب. بعد من بعد ارمی رفتم، از خدمت وطن برگشتم. بعد در ناحیه وحدت، امروزه وحدت پیشتر اورجینگ بود، راهبر موسیقی همون تئاتر خلقی اونجا شدم، کار کردم. لیکن تا این وقت بعد ختم کردم من همراه در فیلارمونی کار میکردم، چنگ نواز والا مجودا راهبرمون بود. یک مدتی همراه همچون نوازنده یا سراینده؟ نه نوازنده، چنگ با می نواختم در تئاتر خلقی. بعد وقتی که آمدم اکم در تئاتر خلقی اورجینگ بود کار میکردم. بعد گفتن که خودت تو در اجاره نشسته در دوشنبه، من در اینجا بیا همراه در اینجا اجاره میشیم. بعد در اورجینگ بود اون کس معلم مکتب بودم. بعد من در تئاتر خلقی در کار در آمدم. انا اکنون سالها مدتها گذشت، یک 7-8 سال راهبر موسیقی کار کردم. تئاترهای خلقی آزمون داشتن هر سال. اونجا من آمده در اونجا در تئاتر خلقی اورجینگ بود، بچه‌وی رئیسور بود در تئاتر مایاکوفسکی. آمده یک صحنه
یک اثر صحنوی گذاشتن. شمس قیاموف اومده یک تا اثر گذاشتن، من نقش ها بازی کردم. باز سید مرادوف اومده یک تا اثر گذاشتن بازی کردم. مای بالیف اومدم بازی کردم، اونجا بازی کردم. همین آزمون شد، بعد اومدیم آزمون در تئاتر با همین خودی لاهوتی شد. ناگهان من دعوت کردم بعد این نمایش اسپکتاکل الفاتشف فلان اتاق بیاد تئاتر لاهوتی و رفتم در اومدم که حاضرانگی اسکر عبدالرحمنوف استادمون مدیر کافدر نو فاکولتک شده بودن در نزد پید اینستیتوت، نو اینستیتوت شدن در اینستیتوت صنعت. بعد من گفتم که بیاید مسکو خواندن میفرستم شما من در اکتوری. گفتم که آخی من زن دارم، 2 تا فرزند دارم، من خواندن نمیتونم. من رفته پرسم کنی، گفتم که پرسید اومده در وزارت گوید. بعد رفته خوشدامنم در قلب حیات بودم، عائلم خطی مسیحت که گفتن که اگر روید مسکو روید نه که ما میریم همراهتون. بچه ها خطی ما چیکار میکنیم؟ بعد خوشدامنم گفتن که ما در عروسم که اگر همینجا این سود باشد نیست که اینجا خونی. من گفتم کنی پرسم. بعد آمدم پرسم گفتن که هست. من اینجا هست. من گفتم من اینجا بریزونه که مسکو نمیتونم. گفتم رفته خون. این من امتحان اسپردم. این ماه علاقه همه خونده شد، من رفتم دیگر قبول کردن. کسی سیجا بس اندیشه کنیم. من از تو همین سخت‌تر در غم و بیم. اندوهی شما و رنج دختر همزاد. بگویید، شما بگویید آزاد. شد کشته و حالی او به پیشی نظرم آغشته به خون خیش خفته پدرم. خونی که حمایه داشت این تخت شما، خونی که از تخت حسن جلوه نما، خون را که از مرگ راسا می شد در پیش شما را دریده در خاک آلود. آرام شو، آرام شو ای دخترکم، تا انجام در شاه خودت حامی بیابی خوشنام. در حالی که کلانسال‌تر بودن نسبت به همه ما و زندگی را بیشتر دیده بودن. بعد آهسته آهسته شوخی کرده تمام کورس پخن کورس میگفتیم. احمد شاه الفتشاه پخن کورس یعنی پدری کورس. حقیقتا پدری کورس بودن. مسئولیت چیمان بودن. مصلحت میدادن چیکار میکنیم چیکار کردن در کار. بعد این کس که روی صحنه بر وقتتر آمده بودن در تئاتر خلقی کار میکردن و چون نوازنده در تئاتر لاهوتی کار میکردن بر وقتتر که صحنه دیده بودن چنگ خاک صحنه بر وقتتر که چشیده و بو کرده بودن برای مصلحت های بسیار خوب میدادن و تا این روز هم مصلحت چی اساسی ما اکای احمد شاه. از همان زمانی که ما با هم در یک کورس جمع آمدیم، خیلی که در کجای گفته بودم که کورسی ما همین خیلی کورس جمع شد که همه بچه های کلانسال بودند و حتی بعضی ها از استیپندیا الیمنت هم میدادند. این و تمامی کارهای همین دانشکده هنرهای زیبا به نام ترسونزاده به دوشی کارهای جمعیتی را در نظر دارم، به دوشی همین کورسی ما بود و احمد شاه هم کمسارگی اینستیتوت وظیفه کمسارگی اجرا میکرد و گویا ما همه نوابسته از آن که ما در کدام سن و سالیم به اکای احمد شاه اطاعت میکردیم، زیرا در حقیقت یک حسی خیلی خوبی نه تنها پداگوژی
تجربه بلکه حس خوبی آن را دارد که مردم را به هم جمع آورد. اکای احمد شاه سرداری گروه جوانان تشکیلات کمسمالی اینستیتوت هم فاکولتت بودن همون وقت. بعد مصلحت میکردیم و ما آیسته میگریختیم 15 نفر و اکای احمد شاه خودش تنها میماند و اوداتوریا. بعد خیلی چی جواب میداد معلم ها. بعد درسی دیگر میومدیم که معلم ها بیگم خفگی بیگم که با همون درس رفتن میگرفت. بعد میفهمیدیم که اکای احمد شاه مصلحت خوب دادن به استادمون که استادمون ما جنگ نکردن. و همینطور دوره استودنتی دوره دانشجویی ما بسیار با ذوق و با شوق گذشت و تا امروز هم که ما همراهیم یک جا کار میگیم. ملک 40 سال شد یک جای امروز به همه روزها رسیدیم و من فکر میکنم که حالی همین بعضا میبینی همین جوانای همه چیز خدا با شکر اینقدر دولت یابد، اینقدر تینجی، اینقدر امانی، اینقدر سری و پوری، همه جا روشن، شب میگردید خیلی روز برید، همه چیز میرسد و بچه ها باید کارهای دست میرسن. حالی همین بعضی میبینی همین جوانای چی تو به نمیرسد. این قدر شرایط به شما مهیا کردن چی به نمیخونه، چی به از پی زندگی نمیشه، فکر آینده این ملت نمیکنه که این ملت آخی آینده همه آینده شمایید به یک کارهای دست میزنه حیران میشه. و همین نه این که من انا همون روزهای کسی که روزهای سخت از سر گذرانده است به همه کار طاقت میکند، صبر میکنید. ما شکر میگوییم که امروز به همین جاده رسیدیم. اگر نمیدانم حالی بسیار مقصدها در پیش است. نه آدم پخته میرسی میدونه که چیکار کنم که افسوس. و همون گفتید که اولا هنرمند یعنی نوازنده بودید بعدا اکتور شدید. میگفتید که حالا نوازندگی رو یاد نمیکنید؟ مینوازم. چنگ مینوازید یا یگان است که چنگ مینوازم، دنبره مینوازم، دوتارم مینوازم، تارم دارم، همه میسرایم. بعد در همون تئاتر خلقی بسیار سراینده هم شدم. بسیار سراینده بدم نشدم. بسیار همین تویا بسیار برکت داشت. قریب یک مرتبه گفتم کو بس کردنی شدم. آخی معاش کم، زندگی ها همین هر روز همین کلندر هر روز توی. بعد میگفتن که آخی چیکار میکنی زندگی را دیدن در کار. لیکن اصلی برهان و بعد مهربان نظر بسیار نصیحت گفتن که یا تئاتر یا توی. فهمیدید؟ یک کار خفت پسرم میگفتن برهان. بعد مهربان نظر هم نصیحت کردن که احمد شاه آینده‌ات خوب است، قد و قامت خوب داری، آواز داری. میگذرد گفت. بعد روزش میرسد که زندگیت خوب میشد، ناز میشد. شکر. بعد نیست سری و پر، کوچه ها تازه، شهر روز تا روز زیباترش ایستاده است. میرد گیجا که نروید نغز که پیشواز میگیرن، میشناسن، حرمت میکنن. دولتی آدم همین قرار است. با چی است؟ بازی میکرد آخر درازی میکرد در بازی میکرد آخر درازی میکرد تا شهر نکردیم آخر بازی میکرد تا شهر نکردیم آخر بازی میکرد رفتی رفتن رفتای پاکیدن رفتی رفتای پاکیدن مالک
وقتی که به تئاتر لاختی آمدن، تئاتر به همه زمره جوانان خیلی احتیاج داشت، زیرا یک زمره هنرمندان معروف و مشهور تاجیک، هنرمندان اصیل تاجیک چون استاد اصیل برهانوف، استاد محمد جان قاسیموف، استاد حاجی قل رحمت اللهیوف، استاد گرمین زوقی بیکوف، الکی سین سالشان به یک جای رسیده بود و تئاتر میل میکرد به جوانهای بالایوقت و با غیرت که نقشای مثلا قهرمانی را که از دست آنها باید که بیاید، نقشایی که مثلا تاریخی هستند و هاکذاها. برای هنر پیشه فرق ندارد کدام نقشی نباشد، چون به او باور کردن. البته او باید که به مقصد خودش باید که هرچی نباشد باید کوشش کند تا از عهده این یا آن نقش براید. و اکای احمدشاه خیلی خوب از اجرای این یا آن نقشی که باور میکردن میبرآمد. اولین نقش شما نقش نومان جان بود، یعنی در نقش اساسی نقش آفریده در نمایشنامه مریمی، بله؟ که عشق را. بله. و میگفتید که برای چی یک بار یک دانشجو با یک دانشجو نقش اساسی را باور کردن و کی بود، کدام کارگردان بود که این نقش را به شما باور کرد؟ من سال 75 بعد از ختم اینستیتوت ما یک گروه من، چقالов، نورالله عبداللهیف، بعد مهرین صابت رحمتی از عالم گذشتن، تئاتر لاختی با گرفتن. اول در اسپکتاکل رودکی اصلی برهانوف جاشون جنت باشد کارگردان بودن و خودشون نقش رودکی را بازی کرده بودن و سالهای آخر نقش رودکی را محمود جان واحد رو بازی میکردن. کارهای دیپلمی را به فکرم دیده بودن. بعد به من نقش همین هاشم گدایف از پراسپر مریمی عشق عرب گرفتن. بعد نقش همون یک حاجی نومان، بله حاجی نومان من بدادن، یک بدوی عرب بازی میکردن که بسیار نمایش خوب آمد. من هاشم گدای بسیار سرطلب هستن. خیلی میدونید که یک آدم مشهوره که دنیا میدونه هاشم گدایف و بسیار ما را سخت قپیدن. قریب بعد از تئاتر رفتنی شدم. بعد عابد حمیدویچ دیرکتر تئاتر بودن. بعد من گفتم که من از تئاتر میرم که زندگی مشکل معاش کم. بعد عابد حمیدویچ جیغ زدن و بعد گفتن که بچه‌ام آینده داری. بعد اصلی برهانو دعوت کردن، میدونستن که من میرم، آینده تون خوب است، نروید هیچ کجا. ما هم در وقتش میخیر بودیم. تا حتی مهربان ظرف وزیر بودن من دعوت کردن، کابینتشون رفتم، گفتن که نروید. بعد عشق شراب برآمد، معقول شد. تمام جمهوری را گشتیم، گجایی نبود، تمام تاجیکستان را گشتیم و بسیار مقبول شد برای و همین عشق عرب. با خود شما معقول شده بود؟ بسیار از همین معنیش بسیار معنی بلند بود. صبرنیسا یک عرب دختر بازی میکردن، من همون حاجی نومانم و قیامالدین چخالف یک بدوی، یک راهزنی که در بیابان وقتی حج رفتن حاجی نومان میدارد و میگه که پول بودی این خیلی بعد برای همین دختر خریدن. خلاصی که معنیش یک بسیار معنی چخور دارد. من نقش ماهانه را بازی میکردم. من گفتنی هستم که محبت رو در صحنه بازی کردن خیلی دشوار است، ولی احمدشاه از عهده این چیز میبرآمد، چون که احمدشاه بسیار صمیمی بود، بسیار زمینی بود و اگر دوست می داشت در صحنه حقیقتا پارتنرش رو دوست می داشت، اگر بد می دید حقیقتا بد می دید، یعنی که از عهده همین چیز می برآمد. آغاز کار یکمی ما در روی صحنه تئاتر لاهوتی از با احمدشاه سر شد. در نمایشنامه عشق عرب پرسمیر میرمی احمدشاه اونجا من زید بازی میکردم و حاجی نومان بازی میکرد که در همون نقشه هم ما باید دوستی بسیار نزدیک باید باشیم و بعد آخران خیلی همدیگه رو میکشیم بعد هم صحنه. یعنی همین نقش شما رو معرفی کرد با بله بعد همین برآمدن همین حاجی نومان بعد به من نقشی داخونده را سپردند، یادگار از اسپکتاکل داخونده جلال اکرامی این نقشه به من سپردند. این نقش هم نقش خوب برآمد.
تا حتی برای همین نقش من وین پاتریوتیسکی تема اون وقت میگفتن با امضای برژنیف، مارکوف و رئیس CSPS و اتفاق نویسنده های اتفاق شوروی دیپلم دارم. بهترین نقشی وین پاتریوتیسکی در سیو جویا کردم. احمدشاه در تمام این 42 سال در روی صحنه بسیار نقش‌های خوب آفرید. قریب که در همه نمایش‌هایی که روی صحنه احمدشاه نقش آفریده است، ما قریب که در پهلوی یکدیگر بودیم و احمدشاه همچون سیماش، همچون آوازش، همچون جوسه‌اش برای بسیار نقش‌های تاریخی موافق بود که وی بعد مثلا شادروان گرمیش ذوقی بکن نقش رستم بازی کرد، در نمایشنامه رستم و سهراب رودکی را بازی کرد، گورکی را بازی کرد، بسیار نقش‌های یادگار را بازی کرد، بسیار نقش‌های جالب بازی کرده است که همه اینها خاطرمان است. تق میگویی؟ این است. این است تق. گیر. گیر. میترسی. پیر شده ای. فرتوت شده ای. از شاهی فقط نام باقی مانده است و خلاص، وگرنه یک مشت خاکی. بهترش تاجیکیان در سریتونه در دمی اژدها باشد. کرنمک تویی که از من زنده ای و باز به من مشت میبرداری. بعد این رودکی را به من سپردن. نقش رودکی را محمود جان واحدов جاشون جنت باشد، استاد بزرگوار. بعد مرگ اون کس 50 سالگی بود، 50 سالگی تئاتر. در همین 50 سالگی بعد که محمود جان واحدов برمیگشتن می اومدن و تیاری میدیدن برای همین رودکی را برآوردن، اساسگذار ادبیات تاجیک. کی همین خیلی فاجعه روی داد. من هیچگاه امیدوار نبودم که به من نقش رودکی را میسپارن. ناگهان فرمان برآمد که الفتشو در نقش رودکی. اون وقت توفخان فاضل و ملکه بودن، هاشم گدایف، شاه نصر، خیلی همه بزرگا بودن، همه حتی محمد جان جنید بازی میکردن، برهان رجبوف شاعری نخست شاعری دربار بازی میکردن و من جوان ناصر حسنوف بازی میکردن. خلاص گپ که اکنون این یک چیز تاریخی است. بسیار ترسیدم که اصیل برهانوف استاد رئیسور همین اثر بودن، گفتن که نترس بچم. من دیدم که قوتت میرسد. من اول خودت تیار میکنم، تیار که شدی بعد من نزدی استادا میبرارم صحنه با. بعد ما یک ماه در گریمخانه شده همراه اصلی برهانوف مشق میکردیم، تیار کردیم رودکی را. بعد من به صحنه برآوردن و همین 50 سالگی به اون وقت در 50 سالگی همین خیلی جشنواره بسیار تئاتر قدر داشت. همون سالا اینقدر تلویزیون، اینقدر برنامه ها، کانال های زیاد نبود. 50 سالگی تئاتر شد. از ازبکستان شراف رشیدویچ اومدن، از ترکمنستان کتیبای سکه اومدن برای 50 سالگی تئاتر لاهوتی و رودکی را پیشنهاد کردن. این یک فاجعه شده در حیات من. یکم قسم گذشت، دوم گذشت، چهارم، پنجم وقتی که رودکی میگوید که نزد ملکه میدارد، ملکه سبب میشه که شاه ناصر قبولش میکند، میگوید که پگاه بیاید در بزم شاعرای عرب به زبان دری شعر خوانید. من از خرسندی مج ناصر حسن رو بازی میکردن، رفتیم دویده میریم که بلندی پایان بله چی زینه پای نماندن. از همون بالا من خطا شدم، نه زدم زمین بر ناصر حسن از بالای من زدن، یک باره دو پام شکستن. اکن انترکت شد. بعد همین انترکت است، دو تا انترکت بود. بعد برآمدیم خشتیم، یکی نگاه کردم که پاهم خیلی ورم کردن.
اکنون نمیدونه اصلی بدردینش نمیدونه که چی گپ شد چی گپ شد وقتی معلم پام ورم کردن درد کرده اصلا نمیدونم چی شد یکی بینیم که همین پشت کفش انم قدری بلند شده از هر دو پا دیگر نمیتونم گشتن خسته نمیتونم بعد خسته همه اعضای پلیتبیرو هاشتن از همه سابق ریسپوبلیک های برادرم هاشتن خسته اعلان کردن که عذر کسی که نقش رودکی را می آفرید پاچه شکست است از بین سپیکتاکل قطع شد من گرفتم بیمارخانه بردن رنگینگ کردن که همین پنجه ها نمیخه شکستن اینشم هر دو پا را گیپس کردن من وقت در وحدت زندگی میکردم گرفتم وحدت را برده ماندن این میخه یک فاجعه نمیشدگی شد التماس میکنم مرا نزنید ای دختر احمق گپ زن در کجا بودی با ملاقات کی رفته بودی در کوچه ها با کی میگردی ای تو مرا شرمنده کردنی هستی تو نفس میدانی کی با پسر شیر افغان اسرار را ویش فاتحه شده ای گپ زن در کجا میگردی دادا جان من با امید به شهر نمیبرایم چی گفتی؟ من هیچ گمان نداشتم که از دخترم چونین گپ ها رو میشنوم نقشه آفریدن که بسیار نظررس چشم رس بودن و تا امروز هم در بالای صحنه و چی نقشه که دیهن چی فرمایش اگر جانبی رهبریت تئاتر شود هیچ وقت نمیگویند و فکرم همین در دوره طلبگی دانشجویی همین حرفی نه به فکرم خوندگی نه همین آدم که نگفته نمیتونن بغیر از هنر پیشه و هنرمند بودنشون باز به کارهای جمعیتی هم خیلی رغبت داشتند این هم از تا اینستیتوت بود در اینستیتوت هم وظیفه های جمعیتی را خیلی بدوش داشتند و در تئاتر هم وظیفه های جمعیتی تا به سروری تئاتر لاهوتی هم رسیدند و تا توانستند همچون هنرپیشه همچون راهبر تئاتر و تئاتر کمک خودشان هم رسانیدند. در سفرهای هنری که میبرند چون راهبری گروه میروند اینقدر تشکیلاتچی خوبند اینقدر میخوان که ما همین صف و جمع آمدیم با سری بلند بر تئاتر برگردیم و همه سختی ها و زبانی های همون هنری به ذمه خود به دوش خود میگرفتن و تا امروز هم اگر چه کاری دشواری به سری ما افتاد اگر همین هم صنفا هم کورسا اکای امشو گراب رفته زی خود شده بس شوریده سر پروا نکند از غضب شاه مگر از نام شما نصیحتش کردم من هرچند بگفتم نپذیرفت سخن بچرخ مطیع من چنان خود باور حتی که با امر من نبفرارد سر تحقیر کند دیگر را مشت زند در پیش همه به شاه تعرض بکند او گرد دلاور است اگر شاه منم من قامتی مغروری ورا مشکنم احمدشاه در تئاتر هم بسیار فیلم‌هاش رول‌هاشون دیدم هنرنماییشون دیدم در حقیقت چهره احمدشاه در صنعت ملی تاجیک این یک گوهر است گوهرکی است که در انگشترین جلوه می‌کند در تئاتر نقش رودکی رو بازیدید نقش شاه اورنگزیب رو بازیدید یوزگار رو بازیدید انامین نقش مکسیم گورکی رو بازی کردم سامان خدا تا بازی کردم رستم یک 10-15 سال بازی کردم و من بسیار خوشبختم که بسیار نقش‌های برجسته آفریدم برای همین میگویم که
یعنی هنرمند خوش‌طالع بودید که در انامین یک قدم‌های اولین خود که در تئاتر گذاشته بودید و شما همین نقش‌های بزرگ رو یعنی باور می‌کردند و می‌گفتید که همین نقش‌ها و خود شما همچون هنرمند یگان چی آموزانی؟ اوه گفتی همون روز که شکک با اکن چی گویم که واه در هر یک نقش جهان دیگر دارد. برای همین هر یک نقش اکتور تماما با پخته میکند، با چقرتر میآموزید، چقرتر میفهمید، مؤلف هم میفهمید. برای چی مؤلف همین سخن گفته است؟ برای چی مؤلف همین جمله را گفته است؟ برای چی وای این گپ من قهرمان من به همین گپ گفت؟ برای چی گفت؟ من باید دانم که برای چی گفت. کابم خانم باز چی به این گپ نگفت، این گپ گفت. برای همین رفته پخته میشید همین بعد همین خیلی عمر میگذرد و همین قدر تیز میگذرد که یک چیز میفهمید که الکی سال گذشت. برای همین هر پهلوانم، نویسندم، شاعرم، ژورنالیستم همه یک دور دارد. همه یک دوره بوده است که همون دوره اگر خوب استفاده برید به جایی میرسید. اگر که استفاده برن شمارم هست که یک آدم همه چیز دارد استفادهش نمیبرن، بیچاره میماند دردش در درون همین عذاب میکشد، شبا خوابش نمیبرد و دادش به هیچ کس گفتن نمیتواند. هستن با این خیلی لیکن کسی هست که چیزی ندارد و همین خریدار بسیار میشود. ایستو باید بعد بزرگ شد رفتن. ما چندین سالها در صحنه بودیم، در کدام گوشه کناری که نبودیم، فقط ما احمد شوقی میگفتن که اینو پارتنرهای خیلی به هم موافق هستند و من شخصا خوشبخت هستم که چنین پارتنر در صحنه داشتم. مالک کنی بسایی من چی شدن بابای؟ کیو را با مرشیدن زدن؟ کی؟ آرام شوید. پسری شما را هیچ کس ماشین نزده است. برعکس پسری شما چند راهزن را با ماشین زده است و در نتیجه خودش هم. چی؟ حالا ما در کجاست؟ بابا چی شده؟ حاضر من به شما همش را میفهمم. ما برای حیات فرزند شما در حقیقت مبارزه بردیم، لیکن به نتیجه. چی؟ آرام شوید. کنی باید در کجا؟ آی جاوید در مدت طولانی که در تئاتر به تنفس کار کردن، نقش‌های خیلی جالب و خیلی بالا و خیلی والا را آفریدن و باعث قرصک‌های تماشابین‌های زیادی گشته است و همچون هنرپیشه اکای احمدشاه را شناختند و میشناسند و احترام می‌کنند. ولی دعوت برای نقش آفریدن در فیلم از جانب کدام کار کردن؟ اولین بار همین اینستیتوت صنعت رو میخوندیم، در فیلم سیاوش دعوت کردن. همونجا اگر دیده باشید بار اول کیمیاگر رئیسور بودن، دو کس میگن که پسر تولد شد. انا همونو ماییم. من نورالله بودیم نمیدونم عبدالله فیا در خاطرم نیست. انا همون بار اول همون اپیزود بود. بعد یک فیلم بود خیزت سود می آید، اونجا بازی کردم. بعد در عشق و شمشیر نیست؟ نه اینو بعد کومیر با یار محمد عرالیف رئیسور بودن همراه یونس یوسفوف. یونس
من نقش اساسی رو بازی کردم، خودی کومی رو بازی کردم. دلیر نظر بود، همراه هم شاگردم بازی میکند. بعد آیسته آیسته دیگر همین فیلم های سعید قادری با بسیار بازی کردم. 7-8 فیلمی سعید قادری با بازی کردم، همش رول های اساسی بودن. بعد در اشک و شمشیر طاهر مختارویچ دعوت کردم، طاهر صابر. استان اقلا بازی کردم. همون نقش استان اقلا به خود شما پسند بود یا اینکه طاهر صابر شما رو به همون ابراز یعنی موافق دیده دعوت کردن؟ اکنون دیدی رئیسور جان. رئیسور من اکتور بسیار فرض کردیم، شما رئیسور خودتون ناز میدونید. رئیسور دیدی خودش رو. من در فیلم اشک و شمشیر شما دیدید، تماشابینان به نهایت دیدن، به نهایت خوب کشیده شده توانیست. در این خصوص بسیار حرف زدن ممکن. بلندی، تپشی دلش، مهارتی اکتوری و سنجیدن ممکن. این تماشابین که دید و خودش میداند لیاقت اکتور. شما میراخور در کارهای حربی چون در سیاست به تجربه اید. من حاضر میفهمانم. کسانی هستند که به خاطر وظیفه و کرسی تیارند که هزارها آدم را قربان کنند، نصف کنند. لیکن میلش ماند هجوم کنند، چاه کن زیر چاه. انشالله بچهای کنده خودشان میافتند. اگر به دشمن زورت نرسد، راه های گوناگون را براه انداختن لازم. انا همین طور. اگر به شما یاری من لازم شود، من تیارم که یک قسم آدمانم را روان کنم برای کار. دیدی خودی طاهر مختارویچ بودن، من بعد دعوت کردن استان. اول یک نقش دیگر رو داده بودن، لیکن بعد دعوت کردن گفتن که شما استان اقلا بازی میکنید. بعد اول در بخارا یک برآمدم، یک موقتا استان اقلا در بخارا جانشین شاه بودم. اون کس در سفر بودن. بعد و همین حالتی که استان اقلا موقتا میگذارن در این وظیفه، میراد واسه شکایت کردن نزد شاه. اگر هم لحظه را دیده باشید که برادری من بیگناه است، مکتوب میتید بیگناه شنوندم. همین یک حالت روی داد که طاهر مختارویچ همین کادرها را، همین چیزا را استاد دوست می داشتن. کوچه باری که بخارا، دیوارای بلند از دو طرف، همین تمام بخاری بچه ها را گرفتن، لباس پیشترش دربار پادشاه، همون لباس های حربی پیشتره پادشاهی را پوشاندن و سیاه کمونا را دادن. بعد شاه گفتن که اکنون وقت من همون لحظه در جای شاه بودم، از دربار سوارا قطعی میبیاد. بعد که واسه از بلندی واسه را در بالای یک بلندی مناره گذاشتن و بالای بام گفتن که وقتی که شاه آمدن میگیرد، شما همین قدر کوشش کرده نزد شاه در آمدن نماندن شما را. اکنون دیدید که شاه آمده، از آن بلندی پرید و لجامی اسب داشته، مکتوب تید، عریضه تید کی امیخن. ما گفتیم که استاد این اسبا اینا میتورن، آخر این قدر کوچه تنگ، این سردتکای بیچاره سربازا همش در زیر پای اسب میموند، یگان حادثه شده نشمکن. بعد نشد این کادر او روز نمان. روز دیگر بعد گفتیم که امی آمد، امی تیز بیاد، امین لجام از زمین لجامی اسب گرفت، گوید که برادرم گناه ندارن، شاه هم بیگناه شنوده. خیلی بعد یک مدت بعد استان اقلا در بالجوان آشوب کلام می شود، گوش نمی کنند. کسی نماینده اینجا برهان رجب باز میکرد، نماینده بالجوان، گفتن که از عهده کار نبرآمده ایستاده است. بعد استان اقلا میفرستد پادشاه که رفته در بالجوان همین شور و آشوبی که خسته است آرام کنید. بعد من اینجا میبینم. خیلی فیلم ها دیدید. ایست با کجا میگویم ایست نرم این طرف آلی مقام عرض دارم. بارا گذاره. تو کیستی؟ واسه فهما گپ زن. من یک دهقان جوازکش از بالجوان. از شما یک خواهش دارم. چی میخواهی؟ برادری من نظیر در جستجوی کارهای موسمی به شهر سبز رفته بود.
ӯро тӯҳмат карданд ки гӯё он ҷо одам куштааст ва ба зиндон андохтанд. бовар кунед, вай худотарсу нармдил аст. вай одам кушта наметавонад. қозӣ ин қазияро месанҷад. агар бародарат бегуноҳ бошад ӯро озод мекунад. ана ҳамин фаҳмо. кӯҳистонӣ. ташаккур. هم در اجرای نقش، هم در اجرای نقشایی که در تئاتر اجرا کرده است، نقشایی که در کینو اجرا کرده است، در همه کار پیش از همه با پارتنر تکیه میکند و همه نقش رو خیلی خوب اجرا میکند و دو نقشش به هم دیگر مانند نیست و در زندگی هم عیناً همین خیلی است که درباره با دوست با اویله خیلی مناسبتی بیغش و شفاف دارد. اوتای جاوید همین بچه‌مون روز از روز دیگر شده ایستاده است. دلم بسیار خواطر. او چی خواطر میشوی؟ او بچه برکمال شده است. عقلش به همه چیز میرسد. آخه تو چی قدر خواطر میشوی؟ خدا رو شکر که بچه‌مون کلان شده است، دانشجو شده است. صد شکر. لیکن همین شب در خانه خواب نرفت. اینقدر تو به جاوید چسبیده ای؟ او یک بچه داریم. او من تو به خاطر بیار که من تو در جوانیمون چخیل بودیم. او هم جوان است. هیچ گپ نی؟ آخر من دلم خواطر میدونید. اوتای جاوید اگر همین روز وقتتون شود یک به دانشجو درآیید. مایلش فهمید که خواندنش چه خیل برای چه شبها خانه نمی بیاید. مایلش فراموش نمیکنید. مایلش اگر امروز وقت شد من خودم به دانشگاه میدارم. از فیلم کومیر چی خاطره است؟ فیلم کومیر وای اکنون سناری هم خریب که خودشون با تخت کردن. همون یار محمد علی برادر ما همراه یونس یوسفوف خریب خودشون با ساختن همشه. وای درباره همین بخیل راش درباره همین تختن همین خصوصا در ساحه کدام ساحه نباشد در زندگی همین هستن همین خیلی ناتوان بینا که دیدن که یک کس کمی پیشرفته شده چکان یا پیش پا میمونن یا اون کاری میکنن که همین آدم خیلی سدی راه شون و کارش پیش نرود خود نرود همین خیلی نبینید این قدر تاوز ده این تای قدم شما هست استاد؟ اینه بینید این قدر میمانم یکم برخل نشده بود. وان از دمانه انا همین خیلی فیلم درباره همین بود. У него уже звездная болезнь началась. Я только заикнулся, он тут же послал меня. А кто завтра будет петь на свадьбе? Чего не знаю, свадьбы твои проблемы. Понятно, значит Бахтик от вас. Может быть, ты сам споешь, а? У тебя же здорово получается. Джонона био-био-биоки, возможно, чудоман, а? Что ты болтаешь? Я уже забыл, когда пел в последний раз. Замучили вы меня. Все надоело, идите вы к черту. А ты покопайся в своей башке, найдешь кого надо. من این فیلمی امید آخرین بازی کردم از سیدجان قادری. بعد باز فیلم دیگر بازی کردم من با 3-4 سری بود. خوشمخوش همه جا بعد همین خیلی رفت. انا زخمی ناسور با همین خیلی یک بار با من همین خیلی آدمای همین چه دادن که گویا که همین اولی روسا مافیاز میگن و خیلی گویا که مافیا کی همین راهبری میکنن. شیروگان اسرارویچ توی را روز 20 گذرانیدنی. برای من فرق ندارد. من میروم. شما کارتان را دیدن گیرید. کجا میروی؟ گفتم که کارم است. پیش جوره های میروم. خانه پر از مهمان. تو کجا میروی؟ میروم. گفتم که کارم است آخر. یا خمارش گرفتگی؟ همه بچه ها همین خیال هستند. شیروگان اسرارویچ
ارکا کلان کردیم ارکا. در فیلم‌های آخر نیز بیشتر نقش‌های پدر رو بازی می‌کنید. پدر. در زندگی چگونه پدر باشید؟ با فکرم پدر گنده نیستم. پدر گنده نیست. نه. من هیچ وقت فرزندای خوب دارم شکر. تربیت کردم با خانواده زندگیشون خوب خواندم. همه در دولت کار میکنن. کارهای دولتی با کار میکنن. و من وقتی خود جوان بودید با کدام کارگردان‌های تاجیک همکاری کردن می‌خواستید؟ یعنی آرزو می‌کردید که با فلان کارگردان می‌خوام همکاری کنم، با فلان هنرمند می‌خوام نقش بافرم در یک صحنه، در یک مردم فیلم. میدونی نصیبه جان ما یک خیلی شد که خلاصه گفت که من در تئاترم با همه رئیسورها همکاری کردم. اینا ببینید با عاصی برهانو، با هاشم گدای، با تورخان احمد خانو، با خوشنظر میبلیف، همین چی با دولت اینا دولت جان عبیدالله چی رئیسوری که در تئاتر بود من همراه اینا همکاری کردم. در همین ویم در کینوها هم همین خیلی با یونس یوسفوف یک دو سه فیلم یونس با بازی کردم. رولای ناز بازی کردم. رولای ناز من بداد. یار محمد عرالی خب تایر مختارش قطعی بازی کردم. گفتم که اول از کیمیاگر رو شروع کردیم. این چی رئیسورهای هسته من شازی مفقتی رستم شازی مفقتی خوش گرفتیم. انا این حال کارگردان برنامه حالا باز من این برنامه ببینید که با همکاری کردیم شدیم. و من با همه رئیسورها من همکاری کردم. ولی در مورد اکای احمدشاه هم میخواهید که در هر یک نمایش حتما باشند چون که از عهده همه اون نقش های در همه نمایش ها برای اکای احمدشاه نقش هست، رول هست و کار کردن با اکای احمدشاه بسیار خوب و همه کارگردان ها کوشش میکنند که با اکای احمدشاه همکار باشند، در یک نمایش کار کنند، دوبلیار باشند، پارتنر باشند. مرحمت. استاد ممکن؟ این کس نزد شما اومدند. السلام علیکم. السلام علیکم. بذارید. چی خدمت؟ میبخشید دکتر من با شما کار ندارم. این کس وای نه. چی؟ ها وای ریشدار پول بیارید گفت. آوردم. پسرت وزنین گفت. نام پسرتان چی؟ نام پسرم آرزو. آرزو؟ آرزو علیفی یک روز شد که از شعبه احیاگری با پلاتای چشم گذرانیده شد. حالتش خوب است. خدا را شکر. خدا را شکر. مادر جان برای چی شما با وی ریشدار پول دادید؟ وی قلاب پسر شما را معالجه کرده و پاکیزادگی من این کس کمالا فاضل بکنم. همین دخترچه؟ تشکر دخترم. سلامت باشید خالتان. تشکر. کمالا جان مادر را به نزد پسرشان برید. خوب شد. بعد خیلی دل میخواد که رئیسوری ناز من راستی گپ بگم که حاضر من همین بسیار خرسند شدم که خودی رستم جان شازی همین کارهایی که کارهایی که امروز من شما کرده شدیم همین رئیسورش رستم است. برای اینکه این از آدمی پروفسیونال بسیار وابسته کلام داره. یونس یوسفوف پروفسیونال، یار محمد پروفسیونال، تایر مختار اینا همه مسکو خواندگی 2 کرات تام کردگی مسکو. اینها همش بسیار با تجربه بودن فیلم‌های نو دوستان.
احمدشاه الفتشایش نه تنها در نقش های جدی مهارت بسیار والا دارد با همون جوسه و آواز مرغوله دارش، حتی در نقش های حجوی هم وی مهارت دارد، چون که در حیات او بسیار به حجم‌نگارا مانند است. نه که اصلا گوییم اکتوری فاجعه‌ای است، نه که از اجرای این دو گونه نقش ها با خوبی میبراید. هنرپیشه میتواند همین پیشه انتخاب کند و در همین جا کار کند، ولی نه هر کس هنرمند است. اکای احمدشاه هنرمند هستند، دارای هنری بسیار خداداد هستند، چی در مسحکه و چی در فاجعه یک استعداد بسیار خوبی طبیعی خداداد دارند. احمدشاه در همه اون نمایشنامه هایی که در صحنه بازی میکنند از عهده همین چیز میبراید، چون که خیلی زمینی و صمیمی هست. آوازی فارم دارد احمدشاه. وقتی که از تمام احمدشاه در معرکه های مثلا تئاتر باشد، بیرون از تئاتر باشد، وقتی که شعر میخواند، وقتی که با آواز صدا میتید، یعنی دوبلاژ میکند، همه وقت من حس میکنم که این آواز احمدشاه است. بسیار آواز فارم شیرین دارد احمدشاه. من شما خود را هنرمند یعنی اکتور خوش‌طالع میشمارید؟ ها، برای اینکه من قریب که رولای خود من بازی نکردم، لیکن اگر گیرید مثال میگویم که برای اکتور رول خرد و بزرگ فرق ندارد، وابسته از بازی کردن است، از خوبه و از فهمش اکتور وابسته است. این گپ درست است، لیکن با وجود آن من یگان تاین رول خود به من است. همین همه وقت رول‌های با قوت بازی کردم. بعد آخر گفتم که این از من وابسته نیست، میخواهی نیکی نمیگیرد، رئیسور میگیرد، انتخاب میکند. اکتورها شکر در تاجیکستان ها بسیار اکنون فیلم بنوار گرفتن در کار، لیکن چیکار کنیم سال ما رفته شده. من یک مرتبه هم گفتم که حاضرم شکر که هستیم، اگه ما تعریف نمیکنیم خدا ما جوانای امسال که سال جوان است، خصوصا من همین فستیوال پرستی که گذشت همه جوانها خودشان نشان دادن که بوده است، قوای هست. با مانند یک کنسرت به مناسبت همین کدام جشن به نزدیکی همین 25 سالگی بود، یک کنسرت ساختن در باربد، رئیسور به فکرم دولت عبیدالله و عبادالله مشرف بودن، کودککا بود. تمام کنسرت همش وابسته بود از اون خردسالا، همین کلانش ممکن 10 ساله بود یا 12 ساله. با درجه این کنسرت من با معقول شد که در با سال مادران بود، با روز مادران بود. تا حتی من گفتم که در مسکو، نه در مسکو، من در یگان ریسپوبلیکای برادری شکر که همین خیل قوه، همین خیل استعدادها نیست، همین خیل دلم پر شد. انا همین فستیوال پرستویی که امسال گذشت، همین جوان دلم پر شد که هستن جوانها، الکی اکتورها پیدا شده است. و من در چند مرتبه هم در همین برآمدهای خودم در جای پرسیدن گفتم که وقتی اون رسیده است که اکنون همین خیلی یک فیلمای با قوت گرفتن در کار. احمدشاه الفتشایف در صحنه تاجیک یک مکتبی خاص خودش دارد و به یگان هنرمند تقلید نمی کند و آن چیزی که وی خودش خداداد هست همون تکمیل داده روی صحنه نقش می آفرد. ای برادر گوش کن کو آن عملیات پنهانی ما کو؟ ساعت 18:30 با ایرپورت می روی. گفته شما بدون اندیشه سخن چی؟ نسبت من چونین بی‌اعتنایی کرد چی؟ ای ناخلق آتش در سر منی ننگ و ناموسم ننگار تیارم که خودی حاضر با هجوم درآیم. در واخریشان جناب عالی بازیایان گفتن که اکنون گیریتون، انا اکنون گیرید، ولی با امید انشالله که حالی با قوتیم هستیم. باوری دارم که
در کدام ساحه‌ای که جناب یالی نگفته باشند از دهنشان گپ آمده باشد همون کار پیش رفت و مانند گل شکفت. انشالله با امید ما اکتورها همین خیلی دعا کرده شدیم که انشالله در روزهای نزدیک شود. ما نیز دعا میکنیم که شما 20 ساله‌های دیگر روی صحنه تئاتر و میدان فیلم آفرین باشید و نقش بیارید. خیلی ببینید همین شبکه شما سینما در یک مدت کوتاه حالا خیلی آبرو گرفت. اکنون تعریفتون کنم نه در حقیقت بسیار مخلصا پیدا کردید. خیلی من در بین خلق میگردیم، رایون ها میرویم، برآمدا میکنیم، تئاتر بسیار به سفر میبرد. حالی باز من خوجند میرویم، در نیت است طرف شوراباد میریم میگردیم و بسیار مخلصای سینما به حد زیاد شده است. همه میگد که بهترین شبکه‌های سینما، گرچنده که همش من دوست میدارم، حرمت میکنم، احترام میکنم، لیکن در مدت کوتاه حاضر بسیار چشم رسد خیلی موفقیت پیدا کردید شما. باوری کامل دارم که کینوی تاجیک مانند پیشتره، مانند همون فیلم هایی که پیشتره گرفتن، من مرگ صدخور، رستم و سهراب، خودی من همون از 1001 شب برنامه گرفته، طاهر مختار طاهر صاحب گرفته بود، شمشیر طلایی گرفته بودم. کینوی تاجیک با جای خودش میگیرد و در یک پیشتره اتفاق سویتی در جهان نام بردارد. چون که یک چیز است نصیبه جان، من دایم سخت میرسد یک گپ، تئاتر به تماشابین است، تماشابین میره چه تماشابین ندارد. آخر اول بیا بین، ندیده میگویند، ندیده از خودشان میبافند. آمده بینید تئاتر پر از تماشابین است. اثرهای گذاشته شدیم که امروز جوابگو هستند. بعد اکتورها بعد بینید که من بهادر میرالی بکو این اینقدر در بیشکک در کجا فستیوالی کینوهای آسیای مرکزی آسیای میانه گذاشت که ایران همه جای اشتراک کردن، پاکستان همه دولت ها اشتراک کردن. بهادر میرالی اکتور تاجیک جای اول گرفت، بهترین اکتور تاجیک گرفت. همین خیلی رئیسور تاجیک هم در جایی که نرویم در ایران بودیم این من بازی کرد، جای اول گرفت رئیسور تاجیک، اثر تاجیک بهرام چوبینه. در گیجای من تئاتر جوانان پرسا در قزاقستان 2 تا گران پری گرفته آورد تئاتر جوانان. در تاجیکستان خودمان باشد گویا که تئاتر نیست، تماشابین نیست، با کسی لازم نیست. ای برادرها چی باید خودتون میبافید؟ اول یگان مراتب تئاتر رفته ای هست کمبودی، من نمیگم کمبودی هست. دراماتورگیا با 2 پا میلنگد پیش می نویستن جاشون جنت باشد. ساتیم لغزاده در تئاتر مدیر ادبی بودن، در تئاتر خودی ترسونزاده جاشون جنت باشد. بعد اون کس جلال اکرامی، همه اینها در تئاتر، مهمان بختی، فیض الله انصاری، همه اینها در تئاتر راهبری بدیعی بودن، ادبی بودن، اثرها می نویستن، دراماتورگیا بود. آخر حاضر شکر این یگان دولت دنیایی اینقدر شاعر نویسنده ندارد، نمی نویسن، نه برای کینو می نویسن، سنر می نویسن، نه برای تئاتر می نویسن. و نمیدانم آخر یگان در عذابشون نمیتید. خیلی درست از همه ژانر مشکل ترین این دراماتورگی هست، هر کس نویسته نمیتوند، لیکن آخر یک بار نشد بعد در همه چیز در تئاتر با وجود میبیاید. من حالی نور تبرویچ هستن شکر، جمعه قدوس، 2 کس، بعضا نورلا می نویسد، بعضا شادی سالیوف می نویسد، بسیار اثرهای خوب می نویسد، خصوصا کمدیا حج می نویسد. لیکن آخر کم است. با همین اثرها هم در تئاتر بعد با قوت میشن. وقتی که میخونید مینشینید اکتورها قطعی میخونید، اینش یک فکر میگوید، اینش یک فکر دیگر میگوید، مینویسید میشود اثر. انا دراماتورگی درست میلنگد. اینا خودی انا جناب یالی هم قید کردن در برآمدشون. دیگر تئاتر پابرجاست و باوری کامل دارم که این جواب شما که تئاتر تاجیک، کینوی تاجیک انشاءالله جهانگیر خواهند شد. ما نیز تمنا میکنیم که هر آرزوی نیتی نیک
شما دارید نسبت تاجیکستان، نسبت سینما و تئاتر همیشه موفق باشد، در هر کجا باشد شما نیز همیشه سایبان فرزندان باشید، داروی نبراه باشد و همیشه روی صحنه تاجیک باشد.